3 تا کس را الله روزیش قبول نمیکنه. چند کس را؟ 3 کس روزیش قبول نمی شود. وقتی این روزها با پیشگاه پروردگار می رود، الله جل مجده می گوید دفترش باز نکنین. اصلا نمیخوانم، اصلا گریهش کار ندارم، تهجدش کار ندارم، تراویحش کار ندارم. این 3 تا را اصلاح کرده یا نکرده؟ 3 تا. این سخن من نیست، سخن محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود اول کسی که خدا روزش قبول نمیکنه او کسی است که رمضان می آید هنوزم با برادر خود خفه است. رمضان می آید هنوزم با مادر و پدر و همسایه و رفیق و دوست و مسلمان خفه است. قلبش پر از کینه هست، پر از کینه. باور بکنید بعض انسان ها چند برابر وزن خود کینه را حمل میکنن، چند برابر وزن خود. بسیاری ها رفتن به حج، به خانه الله، خانه پاک الله، ولی این فاضلات همراه خودشان بردن، این کینه ها و بغض ها را بردن. من کسی را سراغ دارم که رفته بعد از 2 سال به زیارت مادر خودش، همین که دروازه را باز کرده دیده که برادر بزرگش پیش مادر نشسته است، از همونجا دوباره برگشت. این فکر میکنه دیگر خدا را میخرم. نه عزیز من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله جل مجده روزه کسی که او کینه دارد، بغض دارد، دشمنی نسبت به برادر خود دارد، الله به درگاه خودش قبول نمیگرداند. و فرشتگان چی میگه؟ انظروا هادین، انظروا هادین. 3 مرتبه صدا کرد. حدیث 65 مسلم است. انظروا هادین، انظروا هادین. ایربانین تا زمانی که صبح نکرده روزیش قبول نمیکنه. ایره به خواهران ما خبر برسن. عزیزان من، اونهایی که فکر میکنن ما ببخشیم، ما عفو بکنیم، ما کم میشیم، نه. شاید انسانهایی باشن که بگوین اگر ما گذشت بکنیم اون به جنت میرود. نه، اگر تو گذشت کردی و آغوش خود را باز کردی الله تو را به جنت میبرد. هیچ بهانه نمیشود، هیچ بهانه را خدا قبول نمی کند. اول او شروع کرد، دخترش به من نداد، پول مرا گرفت، زمین مرا گرفت. بهانه ها نمی چلد. اون مسلمان است، باید برای الله آغوشت را باز کنی و الا خدا روزه را قبول نمی کند. دوم، کسی که روزهش قبول نمی شود کسی که روزه گرفته اما چشمش روزه نیست. دیگه خطرناک نیست؟ خیلی خطرناک است. کسی که چشمش روزه نیست، نمیخورد، نمی نوشد، تشنه هم است، گرسنه هم است، کارم میکند، اما 2 تا چشمش تمام روز میتره، 2 تا چشم در حرکت است، تمام روز ذخیره و تمام روز آتش جهنم را تولید میکند. 2 تا چشمش به سریال، به تلویزیون، به فیسبوک، به دختر، به فلان، به بسم الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 2 تا چشمش روزه نیست الله روزش قبول نمیکنه. و بعد فرمود رسول پاک صلی الله علیه و سلم کسی که زبانش روزه نباشد. بسیاری ها قبلا غیبت نمی کردن، همین که ماه مبارک رمضان آمد قرار است تازه شروع میکنن به غیبت کردن. چرا وقتر به خانه میآیند، شروع میکنن به همراه همسرشان فلان کرد، در حالی که نمیدانند رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که غیبت میکند روزش الله قبول نمیگرداند. الله به ما شما توفیق عمل نصیب بگردانه. سروران من، عزیزان من، بیاییم که ما با پروردگار خود پیش از این که این ماه بیاید صلح کنیم، با تمام معنا داخل این دین شویم، با تمام برنامه‌های خود داخل این دین شویم. و آخرین خواهش من این است عزیزان من، نباید تلویزیون در خانه باشد، اما در ماه مبارک رمضان که اهم است نباید نگاهش بکنیم و الا خود را زحمت ندهیم که خدا فریب نمیخورد. سروران من، از تلویزیون سریال دور بکن. اگر خودت نگاه نمی کنی دخترت نگاه میکند، روزه هست. چرا اون خواهر مسلمان مرا که روزه گرفته زحمت کشیده روزه‌اش را به باد میدهیم؟ ما پدران، همسر ما نگاه میکنه چرا روزیش به باد میدهیم؟ فرزندان ما نگاه میکنه چرا روزیش به باد میدهیم؟ شک در این نیست وقتی به اون نگاه بکنن اون گناه است، اون معصیت است. تنها روزه گرفتن نخوردن و ننوشیدن نیست، و الا دهن اسبم بسته بکنی تا آخر روز چیزی نمیخوره و چیزی نمینوشه. ما تو با روزی خود 3 تا چیز طلب میکنیم. چند تا؟ 3. اول، یا الله ما روزه میگیریم،
ما را غریق رحمت بگردان. دای اول رحمت است. ابر رحمت پروردگار بر سر امت اسلامی سایه می کند، کلگی پر از رحمت می شود. اما دوم خواسته ای که از الله داریم، یا الله مایی که این همه گناه کردیم، یا الله گناهان ما را همه ایش را ببخش. این دوم خواسته ما. سوم خواسته ما، یا الله ما را از آتش جهنم نجات بده. وقتی این سه تا خواسته از الله میکنیم، آیا الله هم از ما خواسته دارد یا ندارد؟ خواسته دارد. خواست الله از ما مسلمان ها همی است که روزه را به تمام معنا باید گرفت. عزیز من، تهجد وقت سحر را فراموش نکن. همین که سحری را خوردی بلند شو از جایت. گرچه شیطان خیلی تلاش میکند که بخواباند دوباره، شیطان خیلی تلاش میکند به گوشت زمزمه میکند، تمام روز کار میکنی، تراویح هم تا آخرای شب رفت، خیلی ناوقت شد، بخواب. نماز صبح نخوان، بخواب، تهجد نخوان، ولی تو با همت قوی خود از جای خود بلند شو. 8 رکعت تهجد معادل 8 رکعت فرض به نامه اعمال در روز قیامت الله برش مزدت را میدهد. دعاهای وقت سحر را فراموش نکن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود دعا فقط وقت قبول می شود که وقت سحرگاهان باشد. اون وقت اجابت دعاست. در وقت افطاری دعا را فراموش نکن. اونجا هم در وقت افطاری تلاش بکن که دعا بکن.